سلام دوستان عزیز، برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را چون انعنا با سخن سری ترانسفرهای داخلی شروع میکنیم. یک زمان گزارش حمدانی کمالوف مایه افتخار فوتبال تاجیکان بود، ولی همکنون باشد گزارش سلام اشورمامدوف به دسته دومینسی پرتغالیا خود نویدی رنگین کننده فوتبال میهن است. سلام علاقه قرارداد همکاری به مدت 1 سال با تیم پرتغالی به امضا رسانید و در این بار البته که صحیفه گول تیجی خبر میدهد. دسته سلام اشورمامدوف به اطلاع رسانه‌های خبری نماینده دیویزیون 4 چمپیونات پرتغالیا می باشد، ولی از جانب دیگر باید اعلام نمود که کهنسال‌ترین فوتبالباز عالم کاتزیوس میورا که عین حال 55 سال دارد به دسته الیویرنسی از لیگ دوم پرتغالیا پیوست. به قول یکی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک اینجا میتوان اعلام نمود که بازیگری 55 ساله ژاپنی به لیگ دوم گذارش کرده است و بازیگری 20 ساله ما در لیگ 4 جای کار پیدا نمود. دوستان عزیز، اینجا دیگر گپ نیست، در این مسئله دیگر خود قضاوت کنید. مخصوص اینجا از ترانسفرهای روشن کلوب میگوییم که چطور در نوکنی هیئت فعال است و علاقه از کشور اوکراین دروازه‌بانی نو آورده است. دروازه‌بان جدید از اوکراین یوگنی گریتسنکو همراه با داریا سیرنا و اندری پیاتوف شامل دسته شختاری دونتسک بوده است. دفاعگری روشن ظفرآباد باشد در این فصل فوتبالی کشور شرف دسته پرواز ناحیه باباجان غفور را حمایت خواهد کرد. بازیکن علاقه در صف تمرین‌های دسته قرار دارد. باز یک بازیکن از سلاله جلیلوف ها در صحنه فوتبال کشور نمایان می‌گردد. این نفر سهراب جلیلوف بوده در صف دسته روشن خطلانی ها قرار دارد. قرارداد به نزدیکی به امضا رسانیده می شود. دسته روشن کلوب همچنین با 3 تن از بازیکن خارجی قرارداد همکاری به امضا رساند. مهلت قراردادهای همکاری تا سال 2023 با تایرستیتی میس از آفریقای جنوبی، حسن مسلح فره از کانادا و شایلا تامونوی ونات نیدرلند تا سال 2023 بسته شده است. دسته خوجند باشد آماده امضاکنی شرطنامه با سلیمان مهدوی ترکمن است. بازیکن عین زمان در ترکمنستان قرار دارد و پس از درست نمودن حجت‌های خود جانب دسته خوجندی رهسپار می‌گردد. قرارداد همکاری به مدت 1 سال آماده شده است. سلیمان عضو تیم منتخب ترکمنستان بوده دستپروری مکتب فوتبالی المپی اشقاباد به شمار می رود. در دسته های اولتی نصیر و اهل کشورش نیز هنرنمایی کرده است. دسته حاصلات باشد نیت کرده است که با تاکویا میاباشی شرطنامه همکاری امضا کند. قرارداد تا آخر سال 2023 در نظر است. بازیکن ژاپنی با پیراهن حاصلات در مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه خطلان در بازی با تیم هولبوک به میدان آمده به زدن گل موفق گردید. بازیکن موسم گذشته در هیئت دسته ارتش هنرنمایی میکرد. در روز اخیر بازار زمستانه ترانسفری نه تنها گزارش 8مین بازیگر چلسی به قید گرفته شد، بلکه در تاریخ فوتبال باشگاهی انگلیا نشانداد رکوردی ثبت گردید، زیرا باشگاه لندنی چلسی بعد آوردن 7 بازیگر نو در ماه ینور اشتها نبسته در آخرین خریداری زمستانی خود رکورد تاریخی گذاشت. نیم حمایتگر انسو فرناندز به صف چلسی لندن پیوست و شرطنامه مهلتش تا سال 2031 نوشته کرد. اشراف زاده ها درباره این خبر در روز اخیر کاری روزانه ترانسفری در سامانه رسمی خیش گفتند. ما از با خریداری قهرمان جهان تود بولی با پررگی عملهای خیرخواهانه ابراموویچ را در خریداری بازیگران نو به فراموشی برد. لازم به یادآوری است که بازیگر 22 ساله آرژانتینی بر عوض 120 میلیون یورو از بنفیکا لیسابون خریداری شده. این مبلغ قسم به قسم پرداخت می شود. خود فرناندز باشد نیم موسم در پرتغالیا بازی کرده و علاقه به تاپ چمپیونات اروپایی رفت. به صف بنفیکا باشد فرناندز بر عوض 44 میلیون یورو آمده است. باز اشاره بر آن باید کرد که فرناندز همین طریق گرانترین بازیگر نه تنها در تاریخ چلسی گردید، بلکه در پریمیر لیگ انگلیا نیز گرانترین دانسته می شود. در روی خط گرانترین ها انسا از جک گریلیش پیش گذشت، نفری که تابستان سال 2021 از استون ویلا به منچستر سیتی بر عوض 117.5 میلیون یورو گزارش انجام داده بود. منچستر یونایتد البته با مشاهده ها از رکورد زنی های ترانسفری چلسی تحمل نکرده از خود گراند بوندسلیگا بازیگر آورد. هرچند که تا آخری موسم هم باشد
باواریا راضی شد که بازیگر منتخب اوستریا مارسل زابیتسر را به نزد اریک تن هاگ گسیل کند. در مورد قبول دعوت نو در مسند ورزشی مارسل چنین گفت: بعضا در زندگی ضرور است که قرارهای مهم و تیزکار برآورده شود. از همان دورانی که عاید این امکانیت درک یافتم درک نمودم که این برایم قدمی درست است، گفت زابیتسر. اما از جانب دیگر تا کدام درجه درست بودن این قدم وسیع زابیتسر از میونخن به منچستر باقیمانده موسم نشان میدهد. در موسم جاری باشد بازیگر اوستریایی در چمپیونات آلمان 15 بازی گذرانیده تنها 1 گل و 1 پاس گلی دارد. در روز اخیر باز بودن روزانه زمستانه ترانسفری همچنین ژورژینیو از چلسی به آرسنال گزارش نمود و این کار بیشتر از همه از آن میگوید که توپچیان مقام پیشتازی در لیگ اساسی داخلی را به دندان قپیدنی‌اند، ولی باز هم ناروشن است که با بازیگران الکی نالازم برای چلسی آرسنال چگونه به قهرمانی رسیدن میتواند. به قول خبررسان‌های پیشتاز گزارش الکی رسما معرفی شده بر عوض 13.5 میلیون یورو عملی شده شرطنامه کاری باشد با بازیگر ایتالیایی تا سال 2024 است. منچستر یونایتد اگر بازیگر از میونخن به آغوش گرفته باشد منچستر سیتی باشد برعکس این کار به باواریا بازیگر فرستاد. این نفر ژائو کانسلو می باشد که در تیم یولیان ناگلزمن به قدری بازیگر اجاروی خواهد رسید. به طور ناگهانی راه سمت میونخن پیش گرفتن دفاعگر منتخب پرتغالیا را سببگار اصلی جنجال‌های بازیگر با گواردیولا بوده است. چطور معلوم گردید گواردیولا الکی به شخصیت مقدس برای عربیان تبدیل یافته است و اگر نسبت کلی زیرک دست بالا کنی همانا 1500 کیلومتر دورتر از منطقه خود را می‌بینی. تقدیری که این زمان کانسلو را دامنگیر شده است. به قول رسانه‌ها سبب اساسی اظهار ناراضگی بازیگر 28 ساله نسبت کار گواردیولا در کرسی احتیاطی روان شدن او میباشد. یادداشت می‌کنیم که باواریا کانسلو را تا آخر موسم جاری به اجاره گرفته طبق نقطه‌های قرارداد میتواند بر عوض 70 میلیون یورو خریداری نماید. بازیگری مودپرستی بارسلونا باشد شهر زیبای کاتالان ها را ترک نمود. اینجا البته که گپ سری اکتور بلرین می رود، نفری که فعالی بیشتری خش را نه در میدان فوتبالی بلکه با لباس‌های زیبا و مدی زمانوی در کوچه و خیابان‌های شهر نشان میداد. از روی معلومات نشریه مارکا دفاعگر بارسلونا اکتور بلرین در روز آخری روزانه زمستانه ترانسفری به صف اسپورتینگ پیوست. کاتالانی‌ها به درجه از دستپرور خش بیزار شدند که بر عوض 1 میلیون یورو از او خلاص شدند، زیرا در تابستان وابسته به انجام مهلت شرطنامه‌اش از همین 1 میلیون یورو هم محروم می شدند. سابق دفاعگر آرسنال در صف اسپورتینگ پدرو پورو را عوض می کند، نفری که چون بازیگری تاتنهام معرفی گردید. سابق دروازه‌بان ریال مادرید کیلر نواس باشد دید که دیگر رقابت‌کنی با دوناروما جوان و آینده‌دار معنا ندارد، اخیراً به تقدیر تن داد، به شکست تسلیم شد و راه به سمت جنگلزارهای کشوری بارانی پیش گرفت. دسته نوی نواس شهرتیار از زمان قهرمانی با دسته پرس ناتینگهم فارست می باشد و این تیم الکی از امضاکنی شرطنامه کاری با کیلر نواس اعلان نمود. دروازه‌بان 36 ساله کاستاریکایی به صف تیم انگلیسی طریق اجاره تا آخری موسم گزارش نمود. ناتینگهم فارست عین حال مقامدار زینه سنجامی پریمیر لیگ انگلیا بوده در صف پاریژی ها باشد نواس تنها 2 بازی در همین موسم گذرانید. ارزش ترانسفری نواس 5 میلیون یورو بوده. شرطنامه کاری با دسته عربیان پاریژ باشد تا تابستان سال 2024 مهلت دارد. در روز اخیر ترانسفری همچنین خفگی بزرگ از جانب پاریژ و سمت شهر لندن به چشم رسید، زیرا هرچند که کلی رسانه‌ها از اجاره حکیم زیش به PSG میگفتند ولی گزارش عملی نشد. PSG بعد چنین عملهای ناخوشایند بر آن است که دیگر با چلسی لندن هیچ ارتباط نخواهد داشت. در این باره سکای اسپورتس با تکیه به سرچشمه‌های خودی از تیم پاریژی اطلاع می‌دهد شب گذشته یعنی روز اخیر روزانه زمستانه ترانسفری فلاکتی واقعی بود. PSG دیگر با چلسی یگان خیل ارتباط نخواهد داشت. ما چنین طرز واقعیت کار و مراجعت با بازیگران را قبول نداریم، اقتباس می‌آورد سرچشمه از سخنان نماینده باشگاه پاریژی. یادداشت می‌کنیم که در روز اخیر روزانه زمستانه ترانسفری چلسی و PSG عاید گزارش بازیگر مراکشی به صف پاریژی‌ها طریق اجاره به موافقه رسیده بودند،
اما گزارش همانا عملی نشد. در PSG در عملی نشوی گزارش زیش چلسی را عیبدار کردند. پاریجی‌ها برانند که راهبریت دسته لندنی برقصدانه ترتیب حجتگزاری ها را به راه مانده است تا که مراکشی را در دسته باز دارد. روشن است که هیچ امکان ندارد از کل گزارش‌های انجام شده روز اخیر رسانه ترانسفری بگوییم. در نشر نوبتی برنامه باشد از گزارش‌های مهمی دیگر خواهیم گفت. این بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.